بالاخره من فرصت کردم این ویدیو مربوط به برداشت خاک شیرها رو آماده کنم و براتون آپلود کنم توی پیج. برداشت خاک شیر واقعا یه تجربه خاص و متفاوت برای خود من بود، چون من همیشه اون زمانی که بچه بودم میدیدم حالا مادر بزرگم این کار رو انجام میده، خیلی برام جذاب بود. خاک شیرهایی که توی باغ ما هستن کاملا طبیعی سبز میشن و رشد میکنن و همینطور توی مرحله که مربوط به رشد و نگهداریشون هست ما هیچ دخالتی عملا نداریم. صبر میکنیم تا زمان برداشت برسه، زمانی که خوشه ها رنگ طلایی رنگ گرفتن مثل چیزی که توی ویدیو میبینی، اون موقع مرحله برداشتش هست که دیگه ما شروع میکنیم به برداشت خاک شیرها. خاک شیرهایی که توی باغ ما هستن تقریبا 1 روز تمام از من زمان گرفت که برداشتش کنم. البته یه مقدار خیلی خیلی کوچیکش ها من 1-2 روز قبل برداشت کردم که اول ویدیو دیدین، چون اونا خیلی رسیده بودن و اگه بیشتر از این صبر میکردیم تمام دونه های خاک شیر روی زمین میریخت و پخش میشد و اون موقع اون خاک شیرها رو از دست میدادیم. زمانی که میخوایم برداشت کنین حتما یه پلاستیک یا یه تیکه پارچه زیر خاک شیرها پهن کنین و بعد تک تک خاک شیرها رو که میچینین روی همدیگه میان خرمن میکنین و در انتها شما روی اونها یک پارچه میکشین و یک سنگ میذارین که حالا باد اون پارچه رو نبره، چون چند روز خیلی باد شدیدی اینجا میومد، مثل اینکه کل ایران البته درگیر این بادها بود و یه 3-4 روز زمان میدین که اون حالا خاک شیرهایی که یک تیکه کوچولوشون سبز رنگه یا اینکه هنوز کامل نرسیده برسه و علاوه بر اون خاک شیرهایی که رسیده از اون خوشه ها جدا میشه و میاد روی اون پلاستیکی که زیرشون شما پهن کردین یا پارچه‌ای که پهن کردین و در انتها زمان این میرسه که شما بیاین این شاخه های خاک شیری بوته یا شاخه خاک شیری که شما چیدین رو جدا کنیم و ته اون پارچه و پلاستیک شما خاک شیرها رو دارین که باید الک کنیم و تمیزشون کنیم و دیگه آماده مصرف هستن. اینجا من فکر کردم مار دیدم، حالا نمیدونم باد بود یا مارمولک بود، چیزی بود اونجا تکون خورد، باد شاخه رو تکون داد دیگه. من ترسیدم، مامانم هم صدا زدم اومد چک کردید، نه خدا رو شکر خبری نیست دیگه. من با خیال راحت ادامه چیدن خاک شیرها رو انجام دادم. اگه این سبک ویدیوها رو دوست داری حتما پیج منو فالو